دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بازار طیور یا پرندگان شهر کوچه اصفهان. امروز چهارشنبه 3 آبان و ساعت حدود 10 صبح است. شهر کوچه اصفهان مرکز بخش کوچه اصفهان شهرستان رشت است و با شهر رشت حدود 17 کیلومتر فاصله دارد. بازار هفتگی در این شهر در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از صبح زود تا ساعت 2 بعد از ظهر برگزار میشه. این بازار از 4 بخش اصلی تشکیل میشه که بخش‌های مربوط به بازار مایه فروشان و بازار اصلی رو چند روز پیش در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. این ولاگ قرار با هم به بخش پرندگان طیور هستش سری بزنیم. این بازار در نزدیکی کمربندی و در روبروی پارک شهر برگزار میشه و محل فروش انواع پرندگان، مرغ و جوجه، اردک، باز، بوقلمون و تخم مرغ هستش. شما میتونید مرغ و پرنده خریداری شده رو به عزیزانی که در این بازار کارشون پاک کردن و تمیز کردن هست بسپارید و مرغ آماده به تب و پخت رو با خودتون به خونه ببرید. قبلا ولاگ مربوط به بازار طیور آستانه اشرفیه رو هم در کانال قرار دادیم. لینکش رو در قسمت توضیحات این ویدیو هم براتون میذارم. به نظرم اون بازار بزرگتر و یکم منظمتر بود و دیدنش خالی از لطف نیست. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
مادر من اومدن اونجا